استعداد موسیقی داریم، استعداد ریاضی داریم، استعداد کلامی داریم و استعدادهای نهگانی گاردنر. چه باید کرد که اینا رو کشف کرد؟ این که حالا یه عده‌ای میگن ما استعدادیابی میکنیم، خب عملا دارن سوال میپرسن، ولی بهترین روش استعدادیابی در معرض کارهای مختلف قرار گرفتن. حالا هر چقدر فرد اشتیاق بیشتری نشون بده و روانتر تو اون کار حرکت بکنه، طبیعتاً استعداد بهتری. شاید هوش فرد خیلی خوب باشه، استعدادش هم خوب باشه، متناسب باشه، شخصیتش هم متناسب باشه، ولی ارزشی که بهش نگاه میکنه، از پشت اون عینک نگاه میکنه به زندگیش متفاوته. آلپورت آمریکایی 6 مدل ارزش رو رفت تحقیقات انجام داد: اقتصادی، علمی، اجتماعی، هنری، سیاسی، مذهبی. و گفت شما هر انتخابی که میخواید بکنید از پشت عینک نگاه بکنید. وقتی یه نفری ارزش اقتصادی داره و میگه آقا من بر مبنای این میخوام یا معلم بشم، خب حداقل در شرایط ایران این ارزش متناسب با معلمی نیست.